ناو خدای مزن و دلوان برای هر تشتکی از پیروز باید که گرم الواید برست کم همه خلق کردستانت کم بو اف سرکفت نامزن کل سردست پیشمرگت قهرمان دست هاتی سپاس بو خدای مزن جارکا دی سپاس بو پیشمرگت قهرمان راستی هیچ وشایک نی از سپاسی آنگو پی بکم تنها ویا و سری ما بلند کرد و سری ملت خوب بلند کرد دست و چاوت و همی ماچید کم الحمدلله افرو تقریبا همه خاک کردستانی ها تا پاخش کردن لتروریست داعش و هم لیره باشی که اف شار هوی جوانو یه پاقش رو شار زیتونه که هم کم بینه او تابلوی جوان کردستانی که هم شانازی پید کن نتوید جدا دینت جدا مذهبت جدا همه برایانه و خویانه و بگوید جین درست او کردستان حکومت وید او کردستان یا که پیشمرگی خوینا خوب و ریتی که همه تاگه که دو ولاتی دا یه آزاده چه بیرو باورک بخواهد بجیری چه دین و مذهبک بخواهد بجیری و هر نتوایه که بیتن بری هر تشته که هم خوشک و برایتی کن دو ولاتی دا جاره که دی بجرم او تابلوی جوانه که هم شانازی پید کن ملا بانگ خول مزگفت داد جرسا کنیسه لید داد از دیل پرزگاه عبادت خود کن درست اوه حکومت وید و انشالله دی هوش مینید پیشمرگاه خوینا خورید بونده دا خاک کردستان رزگار ببی و اف بهای تندیت مزن بین پاراست و هیویا ما هوا که پراستا باشیک ببیتا نمونه بو همه جهد دیش برایزان نه سردمکی نویه داعش برف شکست نکا مزن چید او هاروکاریا کو آتیا دامزراندن بین پیشمرگی و سپای عراق پشتوانی و پیمانا دست کفتت مزن دست هاتن و داعش برف شکست نکا مزن چن و او دیبیت اساسک بو مستقبلش هم پیوندیت خل سر آودان کن زورد پرسن اره ما چه شد موصله کاری ما موصل دا چیه طيب والله بوفانا هو امن حریم کردستان محدده اگر موصل یا امین نبی حتی تروریست موصل دابن امن کارین بیجین حریم کردستان یا امنه همه وقتا که هم محددی بری هر تشتی که بو امن و آسایش حریم کردستان و خلق حریم کردستان زور یا فربک و پیشمرگت قهرمان بجدار بن رزگار کرنا موصل دا بجلنده کل روی آبوری و کمالاتی و زور اهمیت خویه سر رای ریز و حرمت ما هی بو همه نتویدی بس پتل 300,000 کردات موصل داد جین بری کو داعش بین بو مزور گرنگه چارنوی ساوانه نه یا وانتنه یا عربا یا ترکمانا یا مسلمانا یا مسیحیا یا ازدیا همیا بس اوید کوی بسیاریت کن نو به نخو 300,000 کرد باجره که دو بجین چه وام دی پشت خود اکی هر وها من جار بجاری بیستی هندگ نیگرانن سا آینده خویه و منطقه حضور صراحت بجمه اف خوینا هویا و عزیز و قهرمانا نهاتی ریتن کجاره کدی
اف خلک توشیش وزارا ببیده ما اتفاق که هی امریکا تایبت بین وزارت و پشمرگه وزارت و پنتاگون برگیری امریکا و هر وها بین وزارت و پشمرگه و حکومت عراق او خط دفاعی بری شر رزگار کردن موصل او مناقشش نهایت کرد اف خطیت نوکه همه هدف ما هو امن و آسایش وان منطقانه خلک منطقی خو جیب خو امن و آسایش خو بپارزن و پشمرگه دی پشتوانی لیک ما اتفاقه هی گه جیش عراقی جیش دی که چتا کری پشمرگه دی چه نکری کری دی ویک رابین کری دی یک هیک بتنی بید اما یک تشت از بود بیجم ام وقتنی نهیلین و نهیلین جاره کدی آواره بنوه و کس دستی خوب اونگو درش جلوه اشتراز بن و چه تصورت غلط بود درست نبن اما او اتفاقات بکیر هم دی التزام بگین بس او اتفاق و مستقبل مضمون با اونگو تأمین کن و اف دورت مهاتی رزگار کردن داخل و هندک خلقه که پیشوازیل داعشا کرد چافزاغی بود داعشا کرد هاروکاری بود داعشا کرد و بین بشک داعش و بین شریکت تاوان داعش افرکو داعش برفش کسنی بچید و جاب ناوه هنده نازحن و دهه نوه یک لوان نفران نهی تفتوه خاکا کو پیشمرگه خوینا خور رزگار کرد تایبتی اوید کو دست بو نامیسا کچکت مدرش کری حتی یک نفری وان ما بیتن هر جهه دنیای دستی مبگتی هم وان خوش نابینو ده طولا خوله وکی و اگر کسی که بگناه هاد بیت ازیاد دان طبعا هم ندگنده داینم او خلکی که حکم داعش راضی نبوی و مال حال خوب جهلای و هاتن بو حریم و پناه بو حریم اینای او برایت منه عزیزت منه و سر و سر چاوت من هم دیوان پارزین و فرق ما وانیه اما اوید کد گه داعش شوی بجا چه عرب بن چه کرد بن چه ترکمان بن چه هر کس یک بید دجمنت منه و دی عین معاملات داعش گوان هتا کر او سیاست آمه او منظمات و رخراوت کو مهتم میشن مافی مروبا بلا زور باش بزانن اوه سیاست آمه بس حقت منصف بن پا چد بین بو یک و گل کردستان در و دل خوب بو 1.5 میلیون آوارا وکری اگر سیاست آمه او بی هم فرق و جدایی بکین و تعدای بکین و حق خلقی دی و توکو اتهام هاتی کرن و دی چوا میلیون اکو نیوام دی مال و دل و درون خود بوان وکی طبعا ما پی خوشه اما احترام های بوان ری خراوه اما احترام های بو کاری وان کاری که پیروزه بس حق منصف بن و اگر ما بس دیش او بید اوید که هاروکاریات داعش کری و بینه و خانیت خو وانه چد بینه ما بلا ببیجن جاره که دی او مجرمت هاروکاریات داعش کری دی مسیر وان مسیر داعش بید اوه سیاست آما زور رون و اشکرایه و مساومل سا امن و آسایش حریم کردستان ناکیند که هیچ لعنکی سپاس بو خدای مزن سپاس بو پیشمرگت قهرمان وی گاوه خطر داعش حتی حده که دور کفت بری چند روزه که اما باشه که بند حکم داعش آده بی امرو الحمدلله رزگار کریه و هم چند کیلومتر که موصل دوری انشاءالله چند روزت بند موصلش رزگار بید هرچند شرک بسانایی نیه بس امید ما های انشاءالله دی تمام بید بله وی گاوه خطر داعش دور کفته اما نابی امرا بریل بیر بکین وقتی رجع ما بحث روخ یا سال 2003 ما گو الحمدلله و فرصت که باش بید ویجا دی بخوی صراحت کن زور پینچو توشی بلا انصار الاسلام و قاعده بین فتره اک پیچو
کابراک کل سملت کردا بیا حاکم البغدا هیچ وفایق نبی با رول کردا و پشتیبانی کردا بو کری نان کردا بری و چاوری بی اف 16 بو بین دال کردا بدد اوش او پشتی بلا داعش ها بسری مداد بخوینا عزیزترین عزیزا قهرمانا بلا داعش به ملت دور کفت ازانم ما چه قهرمان الداز دایی ازانم ما چه عزیز الداز دایی ازانم ما چه کسی داز دایی که قیمت و بچن های تا تقدیر کردن بس یا که دل مرو به خوش بیاوه چونکی و ملتک پاراست شرف ملتک پاراست ام نزانین پشتی داعش دی چه بلادی بومهید نابی اموی تخمینی بکن داعش خلاص به و جهان ده دی پشتا خوبه کن و دی صراحت کن و چه خطر سمنما دیاره و تحدیات و تهدیداتت بردوامن بر هنده پیشمرگش دی بردوام بید و جیره و چند بری نها ما احتمام دای وضع پیشمرگی جیره و دی چند برابر احتمام دای وضع پیشمرگی دی خوری که خینه با سلاح خود نو کن تدریب خود باشتر کن رزت خود دی حاضر بین بو همه تهدیده که و چجا سیاست ما نبی هم چی نسه عرض کس یا چی نسه مال کس بس لازمت حاضر بین اگر یکی چاو طماع دریش چاو طماع خصلت ولات مدا بوندت حاضر بین دفاع خوب کن او تجربه سری مهات جاره کدی دوباره نبیته وضع نافخو حتی اونو که هم مشغولی به شرعی بین اما اونو که وقتی هنده هاتی همیش چند آخف نکت خوب کن 2 ساله گلی کردستان شرعی سخت و خویناوی دا گل خرابترین و درندترین ریخرا و تروریستی جهانی دا کد بین داعش اما مدیتی و بهیستی وقتی که ملت کبیتا بر مترسیه که هنده آمازن همه دلسوز و خلقی و بلاته دی ایک گرن و دی مشکلیت خو نوینن و دی همه ملی خودن ایک بو هنده و خطر الولات خوب دور بخن ما شو توقع هبه لاینت کردستانی همه یک ریزو و روبروی دشمن بوستن و پشتوانیا پیشمرگی بکن اما جهه داخله ما دید هنده که چه وضعی که نخوش درست کرد که نموجب بوی بکن لکودتای دست بکر و حتی گشتوی مقر سوتن و خلق دا کشتن بسیار آمن بوان اوه اره بری هنگ کولا کودتای بدن وضع هنگو باشتر بوی یا نوکه باشتر بسیار دوی اوه اره و چه بدست اینا چه بدست وکرد و چه گوری نهاش من دوی از لیره بیجم چندی دیش خوماندی بکن و حولت کودتا بدن تشتک دست و نهایت نصیحت من بوان اوه خوماندی نکن چونکی برینو که چند دستوانات یا جیره وش در هند دستوان هید ریکا راست اوه و داخازا من دعوتا من بو همه لاینا و همه حزب اوه همه کن ببن و بدلای که پاکش و بمشکه که وکیری روینین او رو جانده یکا مشکلیت ما چنه راسته مشکلیت زورن گلو گازندت زورن من خود زور گلو گازنده تی هر کسی که اندی خود گلو گازنده تی ملاحظات تی ورن بکر روینن با چرسریا و مشکلات نبکن زورش صانعی بیت اگر نیت پاکش بی و ایش همه قوت خود پشتوانی لیکن اما اگر بر دوام و اصرار سرنده بیت الا دب کودتای و بزور بیت و او وهم آکوبونده که درز بی راستی از لیره داده بیجم هیچ نوعی که زوری یا کسی که نهایت قبول کرد لیره دا دخواز عمل وان دل سوزایه اوید که دل وان بو ملتی وان سوزی اوید هست مسئولیت کن او خول هیویای دی نگرن ید که نکوا مهم نبیده چه بسری به ملتی و ولاتی هید او کن ببنو بریان خوب دن
چونکی وقت یه چیتن و فرصت دل دست مچن و هنگی نه گازنده نه تکرن چونکی امیش پاشی چاور کسی دینا بین خاله کدیا زورا گرنگ من ویاد شیارت ببدم زورا گرول سرهنده کر بکده پیشمرگل بریک چنو ده دو برکی درست بیتنو ده خود نخواسته ده شر برای کجی و برای کجی ده درست بیته و اما پیشمرگت قهرمان اثبات کرد کرد کردستان نه یل خلقا حزباتی ها تسک در چوی برگیری الولات خود کن کرامت و شرف و ناموس ملت خود کن خوینا و پیشمرگا یک سنگر داد یک حل بود یا همیش گرنگتر بوماوه خوینا کر و کچت همه پارچت کردستانت یک سنگر داد یک حل بود که اوه مسترین دست کرد بود نکمن او یک ریزیا پیشمرگی او قهرمانیا پیشمرگی او هست کرنا پیشمرگی مسئولیت دیروکی مسترین دست کفت و مسترین سرکفتن بود و اوه یکو مهان دتن ام پنگا و برف آینده که رون پا بجین چون که پشتام خدا گرمه و پیشمرگی قهرمانیا گرمه و پیشمرگاش اثبات کرد که کردستان نه آلت دست و حزبی و حزبادی نه گلکا بیسا دل خوبند خوشت گره و کا صرف خوبون کان رفراندوم من هم وقتا که گوتی مثلا صرف خوبون حق که طبیعی ملت ما و هم دستالی حل ناگیرین الجیر هیچ ظروفه که الجیر هیچ فشاره که اما همه جارا منی گوتی اوه پروسه که لازمه بخوشی دور لتندو تیجیه لازمه بحوار بیتا کرن به سفر اخیر یا ما بو بغداد اف موضوع ما بحث کری البغداد وزوری بصراحت ما بحث کری جو جه خوشحالیه که تجاوبه که باش هب وقتی که تجاوب هبید اوه باشترین ریکه که ام ویکرا گین نتیجه که مادم ما پیچینه بی ام شراکت که ریکو پیک درست کن ورن ده جیراناتی که ریکو پیک درست کن و جیران تیک بین برای تیک بین هاروکار تیک کدو بین اما مادم ما پیچینه بی ام شریکاتی بجین نا بیجاره کدی ام کبینه و جوله کدی یا شر و خون ریت نوانه که ام وید از وید بجه من بونده دام ریکل خون ریت نبگرین دام ریکل مشکله که مستر بگرین اما پروسه که دستالی حل ناگیرین اگر هم گشتین تفاهم دیگه بغداد احتمال اصلا رفراندوم لازم نبی یان لازمش بیتن هنگی دیب صنایتر بیتن و دیب پتر اعتبار بو هبی در وجه پتر و به مشکلاتر دی پشتوانی مکن اما همه حالتا که دا ام دستل به پروسه حل ناگیرین اگه هم گشتین تفاهم زور باشه اگر نم در رفراندوم خو کن اوید کو وی گاوه بخو دل خوشید ده نخو تصورید کن ماده که کفتی دستت وان دا دل خوب خوش کن جواب من بوانه او عوه لغمت داعشات سرکا پیشمرگی دانایی و پیشمرگی حل گرتی و کردستان همه پاکش کری درست آخفنامن بوان کسایه او لغمت سیاسیت هنگوش دانای سرکا ما زور میت حل گرته یه دیش دی حل گیرین بجا حتی هنگی بخو تشتب نویسن حل پرن خبرات بیجن هجا بخود کن بکن حقیقت نما گل هم گویا نچه حسابکیش بو هم گو تکر نوکه تازه جناب هندکا لیویه دیبومه کنف نظام پارزگه ها اف خوینا هنده هاتی ریتن حتی افرو
11,500 عزیزت مید شهید و بریندار بی دی تازه بگرینه و بو سیستم فدرالی یا محافظاتا اوه شرم هد گبری مره کر اوه شرم هنگی کریت که هلیویه بند گبری مره و سیستم بیخند پیاده بکن هنگی ما شرعی واکر و سر نگرد افروش اوید که بید کن لاری کر نبخوینا شهیدا ممکن یه وره که بیت دام دومای سپاس به پایان برای بو خود مزن سپاس بو گل کردستان سپاس بو پیشمرگت قهرمان سپاس بو هفت پیمانا سپاس بو همه لاینت کو هاروکاریا مکری دو شرایدا جه شانازی یک پیشمرگه بونه سنبول قهرمانیه و همه دنیا شانازی پید کرد و حق وانیشه شانازی پی بیتا کرن چونکی حقیقت اثبات کردن او چکی که دست پیشمرگی دا و سرکف نپی تومار کری از بارنا کم هیچ جای شکی دید دنیای دا و چکی پیچه بیتن و سرکف ناب دست بینیتن و از زور خوب کمتر زانم لوی از چه بیجن در آن بر شهیدا بیجن سلاو گیانی وان جهه وان به حج بی حقیقت هرچی بیجن بوان کمه تنها اوه که جه سربرزی اوان شرف و ناموس و ملت اک پاراست اما مسترین شرفه نخوب خودی قهرمانت وید چوی برین آوا چجار دلی مدر ناچی خدا انشالله ده شفای بو بریندارا شنیدیتن و دومای هیویا سرکفنه بو همه لایکت کم و جارکا دی اف سرکفنه الوا پیروز بیتن و ما اختیارا باشی کش کرد چونکه البرهنده که همه نتوا دین و مذهب تیدا همش برای تیکین کرد، عرب، ترکمان، کلدان، آشوری، سریان، ارمن، دین و مذهب، بسلمان، مسیحی، ایزدی افولاته که آزاده و برای هر تشتکش همه برای تیکین مرواتیه دا و لازم هم قیمتا بزانین قیمت خوینوان قهرمان ابزانین یتکو و آزادی ابو معینای انشاءالله ده هر سرکفتی بنو و السلام علیکم